به این بسته خبری از یک خوش آمدید. و همکارم اسماعیل سادات به مهمترین رویدادهای سیاسی در این سال پرداخته که با هم میبینیم. سیاست متوازن و اقتصاد محور، نقشه راه جدید افغانستان در میدان سیاست. متوازن سیاست په دې معنی چې د یو هیواد د خوشحالۍ لپاره له بل هیواد سره نه جنګي. امارت اسلامی پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان با اتخاذ این رویکرد توانسته دستاوردهای قابل ملاحظه در میدان سیاست داشته باشد. کاروان سیاسی افغانستان در سال 2025 میلادی نیز مانند سالهای گذشته سیر نسبتاً آهسته ولی پیوسته با دستاورد داشته است. از به رسمیت شناختن توسط روسیه تا سفرهای وزیر امور خارجه امارت اسلامی برای تحکیم روابط خوب سیاسی با کشورهای منطقه و جهان را میتوان دستاوردهای چشمگیر کابل نسبت به سال گذشته و روایت از پیروزی دستگاه سیاسی افغانستان در میدان سیاست دانست. په دغه پرمختګونو کې لومړی د روسیې فدراسیون له لوري د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژندل دا د افغانستان او د افغانستان اسلامي امارت لپاره یو ستر سیاسي مثبت تحول بلل کېدلی شي چې سخنگوی امارت اسلامی میگوید که اعضای کابینه امارت اسلامی 99 سفر را به منظور بهبود روابط سیاسی و تجاری به کشورهای جهان در سال 2025 میلادی انجام دادند. در این میان امیرخان متقی در رأس دستگاه سیاسی افغانستان 6 سفر رسمی را در سال 2025 میلادی انجام داده است. در این سال وزیر امور خارجه کشور از 9 تا 14 مارچ برای بهبود روابط سیاسی و اقتصادی به عمان و پس از آن در یک سفر رسمی و زیارتی از 23 مارچ تا 10 اپریل به عربستان سعودی رفت. قطر نیز از 27 اپریل تا 4 می برای بهبود روابط با کابل و ترکیه نیز از 21 تا 22 جون میزبان وزیر خارجه امارت اسلامی در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری های اسلامی بود. روسیه در 7 اکتبر وزیر امور خارجه را به عنوان نماینده رسمی افغانستان برای اشتراک در نشست فرمت مسکو دعوت و هند نیز برای نخستین بار از 9 تا 13 اکتبر آغوش گرم دوستی با امارت اسلامی را باز کرد. دغه ښکېلتیا د افغانستان اسلامي امارت له نړۍ سره هم او د سیمې هیوادونو سره هم یو مثبت پرمختګ او ګام بلل کېدلی شي چې ترڅو د افغانستان اسلامي امارت مسؤلین د افغانانو له حقونو څخه افغانانو ته د فرصتونو په ایجاد او افغانانو ته د لاسته راوړنو په برخه کې مهم ګامونه واخلي. در سال 2025 میلادی فرش میزبانی کابل بیشتر از سالهای گذشته شاهد قدم‌های مقام‌های بلندپایه کشورهای همسایه و جهان بود. سفر عباس عراقچی در 26 جنوری، سفر وزیر امور خارجه پاکستان در 19 اپریل، سفر وزیر خارجه چین در 20 آگوست، سفر هیئت بلندپایه تاجیکستان در ماه نوامبر، چندین سفر نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور زندانیان و زلمه خلیلزاد در ماه‌های مارچ، سپتامبر و اکتبر و سفر رئیس اتحادیه جهان اسلام به کابل از مهمترین سفرهای مقام‌های خارجی به افغانستان در این سال بوده است. محور اصلی سفر مقام‌های بلندپایه کشورهای همسایه و جهان به افغانستان موضوعات چون سیاست، امنیت، تجارت، آب، حقوق بشر و آزادی زندانیان عنوان شده است. اتحاد درونی طالب‌ها نگه داشتن اتحاد است که هم یک دستاورد است. عموما ما در افغانستان حکومت‌هایی داشتیم که بعد از چند وقت بین خود با هم می‌زدند و افغانستان با مشکلات زیادی روبرو می‌کردند. هرچند بجز روسیه هیچ کشور دیگر افغانستان را به رسمیت نشناخته، اما برخی کشورهای جهان با سپردن سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های افغانستان به امارت اسلامی روابطشان با کابل را پررنگ ساختند. در این میان کشورهای چون ترکیه، عربستان سعودی، آذربایجان، نروژ، آلمان و مصر اجازه دادند تا دیپلماتان امارت اسلامی برای پیشبرد امور کنسولی اختیارات کنسولگری‌های افغانستان در آن کشورها وارد سفارتخانه‌های افغانستان شوند. در این سال تنها هند یگانه کشوری بود که فعالیت دیپلماتیکش در کابل را از سر گرفته. کشورهای چون عربستان سعودی، چین، روسیه، ایران، پاکستان، ترکیه، قطر، امارات متحده عربی و ازبکستان پیش از این سفارتخانه‌هایشان را در کابل بازگشایی کرده بودند. د افغانستان اسلامي امارت له نړۍ سره سیاسي اړیکې مخ پر وده دي. سیاسي او ډیپلوماټیک چینلونه فعالیږي چې د افغانستان او سیمې او نړۍ ترمنځ د نښلون او ښکېلتیا سبب وګرځېږي. په افغانستان کې هم د بهرنیو استازولیو تعداد مخ په زیاتېدو باندې ده. با این حال چالش‌هایی نیز در حوزه سیاست در این سال برای حکومت کنونی افغانستان وجود داشته است. نسپردن چوکی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل، ممنوعیت سفر بر مقام‌های امارت اسلامی و عدم رسمیت جهانی از مهمترین چالش‌های امارت اسلامی است که بارها مقام‌های کنونی از آن ابراز نگرانی کردند. اما کابل می‌گوید که با اتخاذ رویکرد متوازن در تلاش جلب توجه جهان و متحد به تعهدات بین المللی خود است. در مجموع
و شرایط فعلی انزوای افغانستان و روی گرداندن جهان در مجموع میتونه بگویم که سیاست امارت اسلامی بنابر همین مشکلاتی که در افغانستان بوده و نهادهای یا زیربنای مکمل افغانستان از بین رفته، در اون صورت ما میتونیم بگویم که سیاستشان سیاست خوبی بود، بهتری بود. سال 2025 میلادی سال فراز و فرود برای امارت اسلامی در تمامی بخش‌ها به ویژه در حوزه سیاست بوده. اکنون دیده شود که کابل چقدر میتواند توجه و رضایت جهان را جلب و برای به رسمیت شناختن نزدیک شود. امارت اسلامی در سال 2025 از پیشرفت در بخش‌های اقتصادی، افزایش درآمدهای داخلی، بهبود کنترل گمرکات و کاهش وابستگی به کمک‌های خارجی سخن می‌زند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید با ایجاد روابط تجاری با کشورهای همسایه و مهار قاچاق تلاش کردند ثبات نسبی اقتصادی را در کشور حفظ کنند. بلال آریان به اتفاقهای مهم اقتصادی پرداخته است. پس از برای کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان، حکومت کابل در آستانه پایان سال 2025 از دستاوردهای در عرصه اقتصادی، تجاری، استخراج معادن و همکاری‌های منطقه‌ای خبر می‌دهد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید با تمرکز بر منابع داخلی و کاهش وابستگی به کمک‌های خارجی، امارت اسلامی تلاش کرده است تا افغانستان را به سمت ثبات اقتصادی سوق دهد. صادرات افغانستان 2 برابر زیادتر شده با مشکلاتی که ما داشتیم از نگاه خشکسالی و بعضی محدودیت‌ها و همچنان در عموم اقتصاد افغانستان خوب است و تانسته حکومت عربه حکومت داری را و همچنان پروژه های انکشافی را تمویل بکنه از منابع داخلی و از منابع خودش. یک پیشرفت بزرگ است. امضای توافقنامه‌های ترانزیتی، کاهش تعرفه‌های گمرکی و فعالسازی مسیرهای تازه تجارتی از جمله دستاوردهای عنوان شده که هدف آن تسهیل صادرات و واردات است. حمایت و استفاده دوامدار از تولیدات داخلی، بازسازی زیربناهای کشور، سرمایه‌گذاری روی سکتورهای اشتغالزایی و دیگر موارد مهم از کارنامه‌های وزارت تجارت در سال 2025 میباشد. له کورنۍ تولیداتو څخه دوامداره ملاتړ او ګټه اخیستنه او په کورنیو اړتیاوو کې د نسبي ځان بسیاینې د تحقق لپاره د حمایوي تعرفو لګول او د هیواد د زیربنا او د بیارغونې او جوړونې لپاره د اړتیا وړ خام موادو ځان بسیاینه په تولیدي او اشتغالزي سکتورونو کې پانګونه او تمرکز، د یو شمېر امارتي شرکتونو بیا فعالېدل، د خصوصي سکتور څخه ملاتړ او پانګوال لپاره د لازم اسانتیاو برابرول هغه مهم عوامل دي. در بخش معادن، امارت اسلامی قراردادهای با شرکت‌های داخلی و خارجی برای استخراج لیتیم، طلا، مس، زغالسنگ و سنگ مرمر امضا کردند. مقام‌های امارت اسلامی گفتند که در این پروژه‌ها به افزایش اشتغال، رشد صادرات و جلوگیری از استخراج غیرقانونی کمک کردند. در عرصه تجارت منطقه‌ای، روابط اقتصادی با کشورهای ایران، هند، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه گسترش یافته است. این در حالی است که افزایش صادرات به بیش از 1.1 میلیارد دلار به ویژه به هند و کشورهای آسیای مرکزی صورت گرفته است و توافق‌های برای توسعه مسیرهای ترانزیتی و گمرکی با کشورهای منطقه صورت گرفته است. فرصت‌های کاری ایجاد شده، صدها معادن بزرگ و متوسط و کوچک نو زیر کار گرفته شده و مهاجرینی که آمدن بیشترشان سر کار شدن در عرصه‌های مختلف. پس از تنش‌های مرزی امارت اسلامی با رژیم نظامی پاکستان، تمامی گذرگاه‌های تجاری میان دو کشور مسدود شد. با این حال اما امارت اسلامی برای رشد تجارت و اقتصاد افغانستان گام‌های مهمی برداشت. از جمله آغاز مذاکرات تجاری با کشورهای منطقه، تسهیل تجارت داخلی و کاهش مالیات، رشد تجارت با اتحادیه اروپا و تمرکز بر سیاست تجارت محور. این اقدامات بیانگر یک رویکرد جدید در سیاست اقتصادی افغانستان است که بر پایه تعامل سازنده با همسایگان و استفاده از ظرفیت‌های ژئواپلیتیک کشور بنا شده است. بعد از متوقف شدن تجارت با پاکستان، خوشبختانه فرصت به افغانستان داد که با کشورهای دیگه تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای تجارتی را امضا بکنه و تجارت افغانستان بتونه از اون مسیرها ادامه پیدا بکنه. بدون شک که زمانی که تجارت با پاکستان متوقف شد، این فرصت به افغانستان داد که از وابستگی از یک مسیر نجات پیدا بکنه و امروز خوشبختانه که ما بیشتر از 80 کشور دنیا تجارت داریم و روند تجارت افغانستان به شکل نرمال پیش میره.
با این حال فقر گسترده، بیکاری و سوء تغذیه همچنان زندگی میلیون ها افغان را تهدید می کند. نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل، بانک جهانی و برنامه جهانی غذا هشدار دادند که بخش بزرگی از مردم هنوز به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارد، به ویژه در فصل زمستان. سوال اصلی اینجاست: آیا این رشد اقتصادی می تواند به کاهش ملموس فقر در زندگی روزمره مردم بیانجامد یا تنها به آمارهای رسمی محدود خواهد ماند؟ ادامه خبرها بعد از میان برنامه کوتاه. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی گفته که در سال 2025 میلادی 2,800,000 پناهجوی افغان به کشور بازگشتند. آقای مجاهد بازگشت پناهجویان را یکی از چالش‌های مهم امارت اسلامی در این سال خوانده و افزوده است که این چالش به گونه درست مدیریت شده و خدمات لازم برای بازگشت کنندگان فراهم شده. ساجده کلمی گزارش می‌دهد. سال 2025 یک سال پرچالش به ویژه برای پناهجویان افغان بود. مهاجران افغان در این سال با مشکلات جدی از جمله بازداشت‌های دسته‌جمعی، برخوردهای خشونت‌آمیز، ضبط اموال و بازگشت اجباری به افغانستان در فصل سرما روبرو شدند. پاکستان و ایران مانند سالهای گذشته به اخراج مهاجران افغان ادامه دادند و در نتیجه بیش از میلیون‌ها مهاجر به صورت اجباری این کشور را ترک کردند. همچنین افغان‌ها از ترکیه و برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان نیز بازداشت و اخراج شدند. کشورهای اروپایی و ایالات متحده نیز سیاست‌های سختگیرانه علیه پناهجویان افغان در پیش گرفتند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارت اسلامی گفته است که در سال 2025 میلادی 2,800,000 پناهجوی افغان به کشور بازگشتند. در سال گذشته حدوداً 2,800,000 مهاجر و شهروندان افغان از کشورهای خارجی به افغانستان بازگشتند که اکثریت آنان جابجا شدند. روند بازگشتشان به گونه مناسب مدیریت گردیده، خدمات لازم به آنان ارائه شده و در حال حاضر روند توزیع زمین در شهرک‌ها برای آنان جریان دارد. همزمان با این اداره پناهندگان سازمان ملل نیز گزارش داده است که از ماه جنوری تا نوامبر سال 2025 حدود 2.7 میلیون نفر به افغانستان بازگشتند و بسیاری از این افراد تحت فشار از کشورهای همسایه اخراج شدند. بر اساس گزارش سازمان ملل، پاکستان در ماه مارچ این سال طرح بازگشت اتباع خارجی غیرقانونی را تصویب کرد و در مرحله دوم از ماه اپریل اخراج شهروندان افغان دارای کارت ACC را آغاز نمود. در 31 جولای این سیاست شامل پناهندگان افغان دارای کارت POR نیز شد و برای آنان مهلت 1 ماه تا 31 آگوست در نظر گرفته شد. در سوی هم وزارت داخلی ترکیه اعلام کرده است که در سال 2025 بیش از 42,000 مهاجر غیر قانونی افغان بازداشت شدند. همچنین آلمان در ماه جولای 81 شهروند افغان را که مرتکب جرم شده بودند در پرواز چارتر به کابل بازگرداند. د نړۍ تقریبا ټول هیوادونه د 1950 کال د کډوالو د نړیوال کنونسیون له مخې په رعایت مکلف دي. د نړیوالو قوانینو او نړیوالو اصولو ورهاخوا د یو ژوندي په توګه د پاکستان له لوري د افغان کډوالو اجباري اخراج دا پروسه او د دې پروسې څرنګوالی چې دی هغه د ډېرې اندېښنې، خفګان او نیوکې وړ دی. در کنار اخراج‌های گسترده، سال 2025 شاهد سیاست‌های سختگیرانه‌تر مهاجرتی برای شهروندان افغان در جهان بود. برخی کشورهای اروپایی برای اخراج مهاجران مجرم خواهان اصلاحات در کنوانسیون حقوق بشر شدند. بریتانیا برای کاهش مهاجرت غیر قانونی و عبور از کانال مانچ با مقامات فرانسوی توافق کرد تا مهاجران را از این کشور به فرانسه اخراج کند. ایالات متحده آمریکا نیز در میانه سال 2025 وضعیت حمایت موقت یا TPS برای افغانها را لغو کرد. اداره مهاجرت آمریکا اخیراً اعلام کرد که تمام پردازش پرونده‌های مهاجرتی و ویزا برای افغانها به دلیل نگرانی‌های امنیتی به طور نامحدود متوقف شده است. در این سال میلیون‌ها انسان مهاجر به صورت اجبار است. کشورهای مثل ایران و پاکستان وارد افغانستان شدند با وضعیت نابهنجار و وضعیت بدی که اینا حتی یک سرپناه نداشتن، چیزی برای خوردن نداشتن. گفتنی است که روند گسترده اخراج پناهجویان افغان از سال 2023 بدین سو آغاز شد و تاکنون نیز ادامه دارد، به گونه‌ای که روزانه صدها خانواده از طریق گذرگاه‌های اسلام قلعه، سپین بولدک و ترخم وارد کشور می‌شوند.